آمدنی باز یک روزی جمعه رو برای شما بیننده عزیز رادیو آزادی تبریک میگم و امیدوارم امروز رو خوب شروع کرده باشید و هر جای هستید صحت و سلامتید و گوش و هوشتان با ما و با رادیو آزادی است تا اینکه با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا بشوید. در این صبح بر وقت چون همیشه من شما رو از پراگا جمهوری چک همراهی میکنم و حالا در اینجا ساعت 7 صبح است و متناسباً در دوشنبه ساعت 10 و چون روزهای پیشتر امروز هم ما خبرهای زیاد داریم که میخواهم در چند دقیقه اون رو به سهم شما برسونم و باوری دارم که ما رو در این چند دقیقه همراهی خواهید کرد. البته شروع میکنم از تاجیکستان. دقیق‌ترش از دوشنبه که همین چند دقیقه پیش برای ما یک خبری فوری رسید و گفته می شود که ساعت 9 صبح امروز در برابر دفتر سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه گروه جوانان تجمع کردند. شاهدان حادثه از نزد دفتر این سازمان میگن که در زبان این جوانان نهادهای نسبت به تروریسم به گوش میرسد. یک نماینده سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه گفت که گردی آمده ها جوانان بوده صدا بلند میکنند و هیچ نفری از نمایندگان این سازمان به نزد آنهایی که در نزد این بنا تجمع کردند نبرآمدند و همکاران ما حالا در نزد بنای این سازمان هستند و نوار برداشتند و بعد از چند ساعت دیگر ما درباره این حادثه به شما تفصیلات بیشتر خواهیم داد. ما رو همراهی کنید در پخش مستقیم تقدیم خبرها و همچنین در برنامه خبری که ساعت 1 به وقت پراگا پیشنهادی شما می شود. خب حالا رو میرم به خبرهای دیگر. در پی نشر عکس و ویدیوی و جزئیات بیشتری تحقیق قضیه زهرالکنی جاسوس دوگانه سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا در بریتانیا، نشریه روسی فانتانکا با تکیه بر شناسنامه گمانبران گفت که یکی از آنها زاده شهر دوشنبه است. روسلان باشیروف و الکساندر پتروف دارنده های شناسنامه خارجی روسی بوده. هر دو هم شناسنامه خود را در سال 2016 گرفتند. در شناسنامه باشیروف نوشته شده است که او 12 اپریل سال 1978 در شهر دوشنبه به دنیا آمده. ساکن منزل در کوچه بلشایا نابرژنیا در شهر مسکو است. ژورنالیستان فانتانکا گفتند که تلاش آنها برای مشخص کردن هویت باشیروف نتیجه نداد. درباره گمانبری دوم الکساندر پتروف اطلاع خیلی ناچیز و ناکفایه در دست است، ولی نخست وزیر بریتانیا ترزا می که روز 5 سپتامبر درباره نتیجه های تحقیق قضیه زهرالکنی اسکریپال ها در پارلمان کشورش گزارش میداد گفت که این نام و سندها میتواند ساخته و غیر واقعی باشند. نخست وزیر ترزا می روز 5 سپتامبر در پارلمان گفت که این حمله را روز 4 مارس 2 نفر نظامی اکتشافی انجام دادند و به باور ساختارهای امنیتی بریتانیا این حمله در سطح بلند در دولت روسیه فرمایش شده است. خدمات داستانی شایگری بریتانیا دو شهروند روسی الکساندر پتروف و روسلان باشیروف را برای تلاش کشتار و استفاده اسلحه کیمیایی گمانبر اعلام کرده است. پلیس عکس گمانبران را علکی نشر کرده است و پلیس این کشور میگوید که پدر و دختر را با زهر نویچوک یک نوع سلاح کیمیایی زهرآلود کردند که در اتحادیه شوروی اختراع شده بود. مقامات بریتانیا حکومت پرزیدنت ولادیمیر پوتین را در تشکیل این حمله گناهکار کردند، ولی روسیه پیوسته دست داشتنش در این حادثه را رد میکند. برمیگردم به تاجیکستان. حسن الدین دولتوف برادر علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی پس از ادای مهلت جزا از محبس آزاد شده است. دولتوف ماه سپتامبر سال 2011 با جرم تامین گروه های مسلح غیر قانونی با مواد ترکنده و لباس نظامی بازداشت و به 11.5 سال زندان محکوم شده بود. او را سال 2010 در شهر دوشنبه دستگیر کردند. حسن الدین دولتوف آغاز هفته روان از محبس معروف با نام یکم سویتسکی پایتخت رها شده است. با قول مقامات نسبت به حسن الدین دولتوف 2 دفعه قانون عفو تطبیق کرده است. نزدیکان حسن الدین دولتوف رهایی او را از زندان تصدیق کردند. خواهر او در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش صحت و سلامت در دهه بدک است. حسن الدین دولتوف پس از بازداشتش در ماه سپتامبر سال 2010 توسط تلویزیون سخنرانی کرد و گفت که برادرش علاءالدین دولتوف برای مقاومت مسلحانه از جمله خریدن مواد ترکنده و لباس و مهمات نظامی کمک کرده است. علاءالدین دولتوف یعنی علی بیدکی در سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع در تاریخ 19 سپتامبر سال 2010 مجرم شناخته شده است. بر اثر این حمله 26 سرباز وزارت دفاع کشته شدند.
خب وکیلان دفاعی یک جوان ازبک که به قتل 8 نفر در شهر نیویورک متهم می شود از دادگاه خواستند که او را به قتل محکوم نکنند، زیرا بیانیه های رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره او محاکمه عادلانه سیف الله سوییپوف را امکان ناپذیر کرده است. در نامه با عنوان دادگاه منهتن در روز 6 سپتامبر وکیلان سیف الله سوییپوف گفتند جف سیشن دادستان کل آمریکا که باید حکم قتل را طلب کند می تواند یک طرفه عمل کند، زیرا دونالد ترامپ برای سوییپوف حکم قتل خواسته است. ولی با جف سیشن فشار آورده است به گفته وکیلان با نظرداشت ملاحظات اوریان سیاسی تصمیم بگیرد. دونالد ترامپ بعد بازداشت سیف الله سوییپوف در ماه اکتبر سال گذشته در یک بیانیه در توییتر نوشت که به او باید حکم قتل داده شود. علیشیر سوییپوف روز 31 اکتبر سال گذشته ماشین بارکش خودرو را در روی راهگذران در شهر نیویورک رانده 8 نفر را کشت و 10 تن دیگر را مجروح کرده بود. و در خبر دیگری خارجی هم داریم. رهبران روسیه و ترکیه و ایران امروز در تهران جمع می‌آیند و راه‌های پیشگیری از درگیری‌های خونین در آخرین تکیه‌گاه آشوبگران در سوریه را بررسی خواهند کرد. نیروهای دولتی این کشور حالا برای جنگ در شهر ادلیب آماده می‌شوند. رئیس جمهوران سه کشور می‌خواهند با یک توافق از عملیات نیروهای حکومتی رئیس جمهور بشار اسد برای اشغال ولایت ادلیب پیشگیری نمایند. سازمان ملل گفته است که پیامدهای عملیات در ادلیب که در مرز با ترکیه جویگیر از فلاکت بار خواهد بود در این ولایت ده هزار از مخالفین مسلح بشار اسد پناه بردند و در بین آنها 10,000 نفر از جنگجویان مربوط به القاعده هستند. در ولایت 3 میلیون نفر زندگی میکنند و تقریبا نصف آنها مردمانی هستند که از دیگر مناطق جنگ زده سوریه گریختند. روسیه و ایران پشتیبان‌های اساسی حکومتی بشار اسد میخواهند که نیروهای دولتی ادلیب را بازپس بگیرند. ترکیه که از حامیان مخالفان دولت است چندی پیش گفته از گروه های تروریستی رو باید از بین مخالفان جدا و نابود کرد. و بازم برمیگردم به تاجیکستان. در شهر نورک جنوبی تاجیکستان گروه به اصطلاح دروژینچی ها یا کارمندان اختیاری تاسیس یافته است. دروژینچی ها که یک هفته باز فعالیت دارند در صورت مشاهده آدمان ناشناس و عمل شبهه آور در محل زیستشان ملیسه ها را خبردار میکنند. این تدبیر بعد آن اندیشیده شده است که مقامات حفظی حقوق در حمله روز 29 ایول به سیاحان خارجی دو ساکن شهر نورک را گناهگار کردند. در این حمله 2 آمریکایی و 1 هلندی و 1 شویتزاری کشته شد. یک مقام حکومتی نورک به رادیو آزادی گفت که دست داشتن 2 ساکن جوان این شهر در حمله تروریستی و بازداشت 5 نفر دیگر با گمان خبر ندادن از سر حمله به سیاحان خارجی مقامات را وادار ساخت نظارت را جدی‌تر کنند. 2 جوانی که در قتل سیاحان دست داشتند برادران جعفرالدین و اصلالدین یوسفوف و ساکنان شهر نورک بودند که در قید حیات علاقه نیستند. 5 ساکن دیگری این شهر در رابطه با این حادثه در بازداشت هستند. مقامات گفتند که این 5 نفر هرچند در این حمله دست ندارند ولی درباره آمادگی به جنایت خبردار بودند و توانستند از وقوع فاجعه جلوگیری کنند. مقامات میگویند دروژینچی ها از حساب فعالان دهه انتخاب شده کار خود را اختیاری و بی پول انجام میدهند. آخری هر هفته به مقامات محلی از دیده هایشان گزارش خواهند داد. خب شمار اختیاری ها وابسته به اهالی دهه انتخاب می شود. دهاتی که اهالی بیشتر دارد تا 5 نفر را برای نظارت از امنیت دهه جلب میکنند. ضمن نظارت شبانه مؤسسه های جمعیتی به مثل مکتب و مسجدها در ناحیه های دیگر از جمله کوشانیان 5 علاقه به راه مانده شده است. و با مقامداران تاجیک توصیه شده است که از حساب خود در زادگاهشان کارهای آبادانی کنند. منظور از کارهای آبادانی ساختمان و تعمیر راه، مکتب و دیگر مؤسسه‌های اجتماعی است. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان گفت کارهای آبادانی برای خدمتچیان دولتی توصیوی و وابسته به امکاناتشان است. خب به مطبوعات تا به حال درباره تعمیر و ترمیم راه و مکتب‌ها از طرف چند مقام بلندپایه از جمله نخست وزیر قاهر رسولزاده خبر داده است. یک مسئول شهرداری خوجند روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت معروف محمد زاده همچنین نمونه برای خدمتچیان دیگر دولتی تشبث را به دست گرفت و یک مشکل مکتبی سابق خود را در زادگاهش حل کرده است. مسئولین شهرداری خوجند نگفتند که رئیس برای تعمیر تالار ورزشی مکتب چقدر پول صرف کرده است. آنها فقط گفتند که مبلغ صرف شده خیر و احسان است و مقدار آن آشکار نمی شود. در قطار شهرداری خوجند این شب روز زیادن مقامدارانی که تلاش دارند حل یک مشکل زادگاه خود را به دوش بگیرند. طوری هم در بالاتر گفتن به اطلاع رسانه ها از مقامداران بلندپایه تا امروز قاهر رسولزاده سروزیر کشور علاقه چنین کار سرمایه گذاری کرده است. خبرگزاری ازیا پلوس در تکیه به منابع خود خبر داد که باغ کلی جوانان از حساب نخست وزیر بازسازی شده. اینچنین او تصمیم دارد در زادگاهش نایب باباجان غفورов 5 کیلومتر راه را تعمیر نماید. خب در همین حال بعضی
منتقدان گفتند تعمیر و ترمیم و ساختمان انشاءات اجتماعی مسئولیت دولت است و ظاهرا با سبب کمبود بودجه مقامات از روی جلب صاحبکاران محلی این مشکل را حل کردن میخواهند. برخی این امکانیت را فرصت برای نشان دادن صداقت نیز ارزیابی میکنند. ظاهرا کارهای آبادانی در برخی حالت با تشبث مقامداران و اما از جیب صاحبکاران و یا شخصان سخاوت پیشه انجام می شود، چون که چند صاحبکار در صحبت با ما الکی برای این کارها گفتند که از آنها مبلغ طلب دارند و دستور کارهای به قبل مقامات سازندگی در زادگاه خود برای خدمتچیان دولتی هرچند اختیاری گفته می شود در پی خود سالهای زیادی دارد. از جمله اینکه یک خدمتچی دولتی در تاجیکستان چگونه با معاش 1,500-2,000 سومانی می تواند کارهای ساختمانی را انجام دهد که خرج خیلی بزرگ دارد. و در آخر یک خبر دیگر هم هست. منیزه میرزازاده که در بطن طفل 8 ماهه دارد پس از 1.5 ماهی بی‌درک شدنش پیدا گردیده است. قبلا خبر داده بودیم که منیسه در پی جنجال با خانواده شوهر در نویه واسع از منزل زیستش بیرون شده ناپدید گشته بود. ارگش میرزایف پدر منیسه به ما گفت که چند بار وقتی دخترش از خانه شوهر به نشان اعتراض برگشته بود او را مجبور کرد تا رفته زندگیش را با شوهرش ادامه دهد و به خانه والدین برنگردد. بعد چنین حرفای پدر منیسه به خاطر فرزند آیندهش را سوی دوشنبه میگیرد. با امر تصادف او در کارگاه استیصال یخموس جای کار پیدا میکند و طول 1 ماه پیوندان گمان داشتند که منیسه خودکشی کرده است. بعد که پدر درباره دخترش آگاهی یافت به دوشنبه آمده از او عذر پرسید. منیسه دانشجوی سال سوم کالج طبی کلوب است و میخواهد بعد تولد فرزند به تحصیلش ادامه بدهد و زندگی نو بسازد. خب این حادثه بود که خیلی با خوبی انجام یافت و امیدواریم که یک نمونه خوبی می شود برای نفرانی که از زندگیشان ناامید هستند. شعله گلخوجه بودم طول چند دقیقه در خدمت شما و بعد از 3 ساعت دیگر بیننده عزیز شما رو با خبرهای دیگری تاجیکستان آشنا خواهم کرد.